اتصال با وصل نمودن آسیای میانه، آسیای جنوبی و آسیای غربی ما میتونیم که از طریق زمین، از طریق هوا، از طریق دیجیتال زمینه وصل تامین بکنیم و بارزن با این دیدگاه اگرچه نیاز داره که ما اقدامات دستجمعی داشته باشیم در مقابل قواهایی که کوشش دارن که بینظمی ها را ایجاد بکنن، به شمول قاچاقبران مواد مخدر و توریست ها و شبکه های توریستی که میخواهند که بالاخره از موقعیت ما استفاده بکنن با خاطر تحریفات خودشان. ما و مردم و دولت افغانستان انتخاب کردیم که ما بالای مازی خود فائق بیاییم. اجماع شما رهبران محترم برای حمایت از خواست مردم افغانستان که به طرف صلح و رفاه و خوشبختی برسند در داخل چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان پیامدهای مثبت را نه تنها برای ما خواهد داشت بلکه همچنین با خاطر رسیدن به یک لحظه باز اروپای آسیای تاریخ همچنین خواهد داشت. ما خوشبخت هستیم که موج اولش محدود ساختیم تا جایی که قرار میگیره با پاندمیک کرونا. تمرکز ملی ما و همچنان همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه سیاست مهم بوده. ما کوشش کردیم که مثلا این مسئله را در مراحل مختلف تقسیم بندی بکنیم تا بالاخره به مسئله صحتیابی برسیم، منابع خود را به شکل مشخص بسیج بسازیم، مردم را به شکل درست بسیج بسازیم، هماهنگ بسازیم همراه با سکتور خصوصی و کمک مستقیم را با 4.5 میلیون خانواده که تقریبا 90% نفوس ما در حقیقت بوده رسیدیم و همچنان ما زنجیره عرضه را باز نگاه کردیم. ما تشکری میکنیم از همکاری های ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در ارتباط به دهلیز لپسلسولی و همچنان در حقیقت ازبکستان، قزاقستان، روسیه، چین و تاجیکستان از اینکه خط آهن را باز نگه داشتن و زنجیره عرضه غذا را تامین داشتن. هند بالاتر از 100,000 تن گندم را در زمان بسیار مهمی راه کردن وقتی که از طریق چابهار و در ضمن دهلیز هوایی را باز نگاه کردن. ایران همچنان دهلیز ترانسپورتی را باز نگاه کردن و کمک های طبی رایگان را به مهاجرین افغان راه کردن که باعث شد که بالاخره پایین شود. پاکستان همچنان به شکل تدریجی در حقیقت بالاخره در بخش ویزا همکاری کردن. همه اینا کمک کردن که مارکت فعال باند و اجناس در سرتاسر کشور بالخصوص غذا تامین باشد. ما همچنان میپذیریم کمک بین المللی بالخصوص از بانک شافی آسیا، از اتحادیه اروپا، IMF، بانک جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر همکارانمان در بخش سکتور صحی که اینا ارائه کردن. ما علاقه‌مند هستیم که همچنین همکاری‌های ما را بیشتر توسعه بخشیم. موږ دې تستر کې پلاریو سه په دې برخه کې کار وکړو چې دوه موج د باید کنټرول کړی شو. موږ دې ته یو سه د منطقوي اتصال دغه څه پروژې دغه تسریع ورکړو. کاسای زر د خواف هرات خط آهن، اکینا انخوی خط آهن د ټاپی ټاپ او همدارس فایبر اپټیک پروژې دي. دغه ټول په حقیقت کې د په افغانستان کې راتلونکي کال کې تکمیلېږي. ازبکستان سره به یو ځای موږ د مزار کابل د خط آهن لپاره ګورو او موږ به د خپل د خط آهن شبکه لا مختوي شو او دا د موږ افغانستان د یو مرکز باندې مبادل کو څنګه 200,000 میگاوات یو بوله طریقه تولید شي او صفر د آیین او نور محصولات 1 تریلیون منابع دی. یعنی ما در حقیقت میبینیم که 20,000 مگاوات از طریق آب، 20,000 مگاوات از و اسایر دیگه منابع ما باید تولید بکنیم. ما با سایر همکاران ما همین میخوایم ببینیم که با همگی مرتبط باشیم. همین اصل ما هست که ما باید باعث ایجاد منازعات نباشیم. منافع دو جانبه ما را کمک خواهد کرد
که ما بالاخره به یک افغانستان برسیم که حاکم باشه، متحد باشه، صلح داشته باشه و دارای دموکراسی باشه. و هم برای که بالاخره به همین هدف ما برسیم، ما باید مبارزه بکنیم در مقابل تروریسم، افراطگرایی. متاسفانه که ما زندگی میکنیم و میمیریم در پنجمین موج تروریسم جهانی، در جایی که شبکه‌های جهانی تروریسم ارتباط دارند با جرایم سازمانی یافته، بالخصوص جرایم مواد مخدر و قاچاق انسانی. و ما آماده هستیم که در حقیقت همکاری‌های خود با کشورهای شانگهای ادامه بدیم. اگرچه قوای امنیتی و دفاعی ما، اگرچه قوای هوایی، قوای کماندو و قوای خاص ما 10% قوای دفاعی امنیتی افغانستان ما هستند، ما 48% منابع ما را بالای اونا مصرف میکنیم. ظرفیتشان همین است که 98% عملیات های ضد تروریسم توسط افغان ها رهبری میشود. ما افتخار میکنیم که ما در مقابل تهدید کشور ما و تهدید کشور شما به شکل متداول مبارزه کردیم. همکاری های بین دولت ها در چوکات یک چارچوب منطقه‌ای و جهانی بسیار زیاد مهم هست که ما در مقابل شبکه‌های توریستی مبارزه بکنیم، برای که بالاخره ما صلح را بیاوریم. مبارزه علیه تهدید تروریسم نیازمند یک چارچوب هست که در جایی که مسئولیت‌های تولید کنندگان، پروسس کنندگان، ارائه کنندگان پریکورسورها، نقاط ترانزیت، قاچاقبرا و تامین کنندگان و استفاده کنندگانشان به همشان رسیدگی شود. این که اعتیاد یک از مشکلات جدی جامعه افغانستان همچنین هست. ما آماده هستیم که با این چالش منطقه‌ای جهانی با حس مبارزه بکنیم که مثل یک مسئله عاجلی را بپنداریم و مثل یک مسئله عاجلی را بگیریم. در حقیقت یکی از اولویت ما هست. ما به صفت دولت، به صفت جامعه تعهد خود را نشان دادیم و ما تصامیم سخت را گرفتیم برای اینکه بالاخره مذاکرات را با طالبان آغاز بکنیم. متاسفانه نه تنهایی که وعده کاهش خشونت صورت نگرفت و آتش بس صورت نگرفت، برخلاف خشونت بیشتر شده هست. حمله غیر بشری بالای پوهنتون کابل بدون نظر کی مسئولیت میگیرد علامت خشونت هست و همچنان اتکای اینا با قاچاق مواد مخدر و قاچاق آبدات تاریخی افغانستان منابع ما هست که میخواهند که ادامه پیدا بکنه فعالیت‌هایشان. اصل حقوق مساوی برای شهروندانمان در داخل جمهوری که در قانون اساسی ما گفته شده هست، زمینه را به خاطر یک ادغام صلح آمیز تامین میکنه. برای طالبان در سیاست، اقتصاد و جامعه، در یک جامعه دموکراتیک افغانستان سروی نشان میدهد که 75% حمایت بالای جمهوری وجود داره و حمایت از طالبان 4-8% بوده. پس تحمیل کردن خواست اقلیت بالای اکثریت مطلق فقط میتونه که باعث تداوم منازعه شود. پس احترام برای حاکمیت که یک اصل سازمان همکاری های شانگهای باشه. ما همه شما میخوایم که یک پروسه صلح پایدار را در چوکات جمهوری اسلامی افغانستان حمایت بکنید. مختل ساختن نظم قانون اساسی تاثیرات منفی را بالای سازمان همکاری های شانگهای خواهد داشت و همچنان بالای اقتصاد اروپا، آسیا و توسعه تروریسم و شبکه‌های توریستی خواهد داشت. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 2513 برای تصویب او ما از چین و روسیه تشکری میکنیم. یک راهنمود خوب هست به خاطر راهاندازی گفتگوهای صلح و یک اجماع قوی میتونه ما را کمک بکنه که ما به یک موافقه برسیم به ارتباط به پروسه ایجاد صلح که مهاجرین و مردمای بیجا شده گان پس در حقیقت ادغام مجدد کرده بتوانند. او دا دې ضرورت لري چې باید دولت قوي ظرفیت ولري، مارکیټ کې باید اقتصادي پیاوړتیا وجود ولري ترڅو موږ د فقر څخه رفاه خواته ورسیږو. موږ په داسې یو تاریخي وضعیت کې قرار لرو څلور لسیزې موږ ستونزې تېرې کړې دي، بل خصوص موږ ښځو موږ ماشومانو دا کېدلی شي چې خلاص شي. تاسو کولای شئ چې مثلا موږ سره مرسته وکړئ